سلام علیکم خاله اشتن مادر رمضان جانجوره. ما خاله مادر رمضان ما می پیرن ما باد ببرده بیامده بافتاده و تاثیرها شما ما باد بیامده و تاثیرها ما بالی پشت بوم ما پیرن ما باد بیامده و تاثیرها شما خاله بیا مادر رمضان بیاریم او به بر بچه ها شما نمیشه او به بر من خیاط گفته غیره به بر تو حالا بیاره که چه کاره گیلا؟ اشتن جانجور رمضان یار هستی خیاطه سلامت باشی دارم بس صدا کمی در صدا چی بگو؟ ساک شما گوش میگی اینجا گایه برو ماماست تو تیر شما ماماست تو تیر شما مرماست بگیره حالا گفت بخور چیش بوده بله پیلن من پیلن من اینیه پیلن من بابا بالا پشت بوم باد کرده بیدم پیلن من باد بیارده به تا خونی شما بنداخته به تا سنا شما اونی به بر پیار تو میشه نی به بر مادر تو میشه نی به بر خود تو میشه نی هم به بر برار چیچیلک تو آنه پیران تو کی؟ سکو هفتا پیران به بر تو که نمیفهمی کجا هست پیران نه گلنه به من باشه سفیدیه ای خالی به کریبناس دخته شده ای خالی سفید خودت چخه او برای خو میره میگی چخه حال دور به کله خو میکنی همه پیرن ما بالا پشت بوم شما بافتاده بالا پشت بوم ما بافتاده به تاثیرها شما همون بیا حال تو ازی بگو که تو همسایه پهلو به پهلو سرامانی که پیران بفته خود تاثیرام سرا سیوم خب از سرا سیوم هم یه 10 سر برتریم شما تو سیوم می خب از اونجا باد میته مستقیم میاره تاثیرامو گردباده گردباد بزی چی کار داره تو مغز سر تو خرابه چرا پس اون مادر ما ببرد آتش کرده او به درد تو چی میخوره تمونی از من پیرانی از تو اصلا تو به می بگو بهم طول زندگی من لباسا دیگه کسب برخو میکنم نه خب بابا از تو برو کوکو جونی اینجا الا در سر مثل یک توپ بری میزنی که فقط میگی اینجا در راکت خب خیلی باشه نیه دیگه ما خود مادر شاید مادر تو رسخونی داشته باشه و ولی با رسخونی داشته باشه تو بد میکنی که خود مادر مگب زنی برو ما تا که بی عقل که تو سلات میکنم ساده خدا سای که تو واقعا که گیلک ساده میگم دروغ نیه 20 سر تو برتری و پیران تو افتاده به تاثیر ما سار کلی افرنگی ارتو سه که بیامده پیران بفتاده به تاثیر ما همه عقلی نمیکشه که پیران به تاثیر ما چه کار میکنه اگه به خیر خوشی ببرده بیل ندارم گول برکن به خوب نورالله آگیلا چی گپه؟ یک دقیقه بیا برو طرفه بله میفهم مجبور چه تک تک میکنم چی گپه؟ برار جو تو می یارم بخوری یا حلال چی دیگه پشت دیگه میزنی؟ نه تو تا شو کم قطع میشی تو می یارم بخوری یا حلال حلال خیر بینی خب پیران ما بفتاده به تاثیر شما به تاثیر ما؟ آه عالمی نه که برو بیاره که حرام نشه تو بدیده که بفته؟ تو بدیده که بفته به تاثیر ما؟ آه کاغذ بادی بده؟ نه میفهمی چیه من مادر ما که بوده خوب خب من شب نون خوردم خونیم و تاریک بود خب بفهمیدی برو دل ما برو تخت دل میفهمی کجایه نه خدایا کجای تخت دل؟ یک عقل کمالی به من بده یک کول داری هم یک تخت دلی هم بزی فکو این تخت دله فهمیدی؟ تو چی بلایی تو؟ این سینی دله این سینی دله انا ما که نون بخوردم امی لوبیا چی بیمیا بفتاد برو تخت دل من انا اول بششتم بیاوردم و بالا پشت بوم باد کردم گردباد شد خب گردباد قبول شد گردباد گفت اگه نور من میبرم این نظر تاثیر همسایه و تاثیر نورالله گردباد گفت آه الان برو بیا اما گردباد هم میفهمه که تو آدم بی عقلی چرا پیران تاثیر ما چه کار میکنه؟ صبر ما زنگ بزنم مادر زنگ باز زنگ اگر مادر نبود پیران گو اینجا نفتاده من میفهمم تو
تو فهمیدی که دیگه دم دکون نه در دکون من جگر تو این جگر بیزنی حالو نان خوبی بخیری شکر فضل خدا بس کو شوخ خودت خیلی خوب بعد که گاب زنو ما بزغالی که شوق داره ای ای همه گلاک بیام آدم اگه پیران و تا سراش مو سفید خانه سفید خانه شکر آه سکو او به جام پیار منه مادر تو به جام پیار منه به جام مادر منه تو بده حال تو مغزر که با گاب زنم یا نه حساب کو تو می تو بگی آه دست همه جگاه استادی هم دم دکونه خاله همین پیران بگم ری خود تو گاب زن السلام علیکم اندنا باشین خاله جان جانجر تیار هستیم شکر فضل خدا دام غنیمت گیلاک و ولاد پیار خو مادر که بچه مادر که جکی زنده باشین سلامت باشین نه خاله جان ما پیران ما سفید ایخانی کلمناس دختره من دیشب که به میان خوردم خونی با تحریک بود ندیدم برخته بروی تختی سینی من و فهمیدیم همون قسمت تختی سینی خور من بوششتم بیاوردم بالا پشت بوم بابت کردم من گردباد بیام پیران مروردش تاک لوکه بیاوردم تا سلا شما و فهمیدیم انا بیاوردم پیران من لوکه به تا سلا شما من گفتم به تا چه کاره با پوست خود پیرانو پاک میکنی خودم میرختار لکنده خود پاک کده چرا لناش میشه چوب کن انا ما گفتم من پیران من به خاطر که اون میشه یک دم خدای نکرده شما با خود سفید تیار کنیم مادر من اون 7 ماه و 28 روز او بروی از زمان میکشید 16 17 تا 13 لالا 50 بیرو کردین تا او بدوخت تک به من این خان من دستی خونه کوکی تو غد کده خلاص شده بابا خیالو من چی نمیگم میفهم که دیوانی دیگه تو مثل اسیا بیگ بالکال بری آرد میکنی دیگه برو اینجا پیران بنا افتاده برو تو برو که ما بخواه سیدا خوب بکنیم برو دم یک سر دیگه برو تا که گیر یک ساک دیوانی بفتکی برو خدا بیدار هاشم پیاغل پشت پیاغل من میکنم ما میگم ما پیران من پیران من بخریدی میدو اون پیران من با مردم به خیرات ندادم پیران من خریدم مادر من با خود چیز کرده اون بدوخته پیران من بیدار هاشم و خدا همسایان سلت میکنم کجیرشتانی خوبی گیلک جانجل آقا خوبه شکر کجی جو بله برای ما برو پیران میخان دخته با فهمیدی؟ پیران میخان دخته یعنی امنان که بردار بیار اک بافتاده با مال پشت بوم با تاثر شما تو چی خبر داری؟ بدیدی که بافتاده خب باد برده باد نخته با بالی تاثر ما باد اگه پا با تاثر مدار می نخته و تاثر مدار باگه بین نختی که ما مدار اینو ما بچه مدار خونم من میدیدم من میامدم یعنی گیلک ما تو چی بگو مالی؟ وزم میگی برو سیگ باقی بافتاده میشه میری برو می عکس ایلی بکنو باقی بافتاده میشه همینجا که بسه خسته برو اگه باید اگه بیاری خوبه دیگه ما همون چکار کنیم گردن بعد آنی کجی جو همینه خیر بینی کی داده؟ این بافتاده بید رو بومو مادر مکر اختا ما جمع کردن این دینم همونجا پته ببرم خدا من تور خیر کجا بینی دست داره نیرو بینی گیلک بازم داره بنا نمیگردم من چون بگیر پیش کنم دیده ای اشته پینه ندیده ای این گوش شده من مستم طالب نالازی میدم همینه در رگال پیدا شو خوشحال باش خیر بینی گیلک چند تا پیران اختو بالی هم برو میگیری چه؟ آخه تو سیکنی تو دوریسی میشاری هوا گرمه خاطر میگم شما بادم دست تو اشتون نما فهمی گیلک ما چه کار کنم دست تو خیر بینی با بالا تو همسایه ما بفتادی خیر بینی کشی جو
کجا بدی دیگه تو می تخول نمیتونی محکم بگیری که تو بیامد باد وردش ببور والله این پیران مثل تو یک ذره عقل کمال نداره که خودخو محکم بگیره نداره عقل کمال این گردن و ولی پیران به چریت تو نداره عقل کمال میگم که جیری کجا ببرم کی عقل کمال یاد گیره که این دیگه این باد نبوره این وقت همون جایی که تو عقل کمال یاد گرفتی به همون جوگا ببور ها من که به خونه پیشون سراخ و عقل کمال یاد گیره اینم ببر به هم خونه پیشون سراخ که این هم عقل کمال یاد گیره خیلی بینی برو بخیر بری خیلی بینی برو تو بگیرم بری باد نبره پیش من بگیرم بگیر محکم بگیر خفه میکنی بیچاره خفه میکنی نمیشه خیر بینی ما مادر خانه سلام بگی خوبه به چی شو برو بگو بیلا گفته خداوند شما رو خیر بده خداوند خیر بده شما برو بخیر بری الان میرم با بابا خود الجام میگم برو بگو ندیشته بیام یا خدایا پیدا کردیم نه گفتم با تو میبینی ما به عمر خواهد اگر یک روز بگم من راست نمیگم معلوم دار که راست نمیگی تو نه پیدا یعنی شد بالاخره آره سیکو خب جوان سر تو مغزم مار پولا اندیشتی پولا من دیشتا همین تو بششتو بیدا ها سعیده که معلوم میشه گیلک تو یک کم مشکل نده چره آدم لباس خود پول میشوره یا حالا به کسی خود کرده بیدی نه خوی پنجی کستم پاره نمیشه لمش نمیشه خب تو که جوان گفتی اینا سفیده کجا از این سفیده همین سفید نیه کجا از این سفیده همین سفید نه برادرم بیا سر کنیم همین سفید یا سیاه این چی رنگه این سیاهه سیاهه آه سیاهه یعنی سفیدیه این نقرگیه عقل کن روزی که عقل کمال بخش میکردن تو کجا بودی ما با خارج بیدم خب میگم دیگه به خارج بی این سیاهیه نه سفیدیه سیاهی مو سرتونه حالا این سفیدیه من نمیگم تو بگو و همه تا مدل میگم آنه آفرین این سفیده آنی سفیده ایو یک رنگه مطلب پیدا شد من کجا دروغ بود؟ نمیگم کجا بوده؟ تحصیل مدل کجیرک کجیرک نه کجی سایتون تحصیل از اینو تو هم در هر سرایی که بیامدی در سرا ما یک ساعت جنجال میکردی بیا برو بیا ایلا خدا تو 200 سال دیگه هم عمر نده و خدا روز بروز عقب میمونی از عقل کمان به تو رفتی نداره خیلی هم رفته داره تو برو همه رفته داره که به در خونه حق همسایه میای سر صدا میکنی تو برو به زن خو عقل کمال یاد بگی او به من میگه برو گلک دیونه به در سر ما نیا راست میگه دیونه سرا ما با کجای سرا تو با کجای تو بیام دیگه دیونه میفهمی کی نه تونی دیونه همون کسیه که مدر تونی برو نه تو چپ کن ما یک دیونه هم تونی تو چپ کن گپ بزنم دیونه همون کسیه که مدر بچه تو شیر کلوم کرد برو بنبسته این منطقه یک دیونه باشی هم تونی برو بالاخره سختتو بگیره برو چرا سخته بگیره پیدا شد همین چی با درد هم میخورده می تو اگه تحصیل شما بدی به من اگه اندازه میبوده اندازه چرا چرا خیاط اندازه آدم میگیره میری به خیاط میگی تعریف میده دور با چوب پران خلیل ما چه کار میکردم میرفتی تمونی هم به خود میخریدی برو برای کار خب برو گیر لکه مفت نازه برو ساخ مکا پیدا کردم آیلای شکر برو الان میره رختار نوخور میپوشم با برخو میکنم ما کور شما اگه طالب بر تو رخت نمیدی همین هم خدا میدونه برارتون است بله یا مدر ما طالب بر تو ندیدم برو بخیر